خدمات علاقه توجیکستان اعلام کرد که درآمد شرکت‌های موبیلی و اینترنت رسانی کشور در سال گذشته 176 میلیون سومانی معادل 20 میلیون دلار کم شده است، اما عین زمان توجیک تلکام و اداره‌های دیگری متعلق به خدمات علاقه درآمد زیادتر به دست آوردند. گزارش خدمات علاقه درباره دخل و خرج شرکت‌های مخابراتی توجیکستان آخر ماه اپریل امسال نشر شده است. به حساب این نهاد دولتی سال گذشته کارخانه‌های ساحه مخابرات در مجموع تقریباً 2 میلیارد و 672 میلیون سومانی فایده گرفتند. یک سال پیش این رقم به 2 میلیارد و 848 میلیون سومانی برابر بود. به این ترتیب سال گذشته درآمد بازار علاقه توجیکستان 176 میلیون سومانی یا معادل 20 میلیون دلار کم شده است. مسئولان خدمات علاقه عامل‌های اصلی کاهش درآمد شرکت‌های موبیلی و اینترنت رسان را رسما شرح ندادند، اما یک مقام خدمات علاقه روز 20 می بدون ذکر نامش گفت تحلیل آنها نشان داد که کمتر استفاده شدن خدمات رسانی‌ها از سبب‌های اصلی کاهش درآمد بوده است. در یک ماه آخر بار دوم از که نهادهای رسمی توجیکستان از کم شدن درآمد شرکت‌های موبیلی خبر می‌دهند. ماه اپریل کمیته اندوز توجیکستان از کاهش درآمد بازار علاقه اظهار تشویش کرده گفته بود که از حساب کم شدن فایده شرکت‌های موبیلی بودجه کشور مبلغی کمتر دریافت کرده است. شرکت‌های موبیلی توجیکستان از کاهش درآمد را تصدیق می‌کنند، اما میگویند به بهبود شدن وضعیت امید دارند. شرکت‌های موبیلی ثبت دوباره سیم کارت‌ها و محدودیت در فروش آن، کاهش قرب پول ملی سومانی و قطع فعالیت دیلران را از عامل‌های اصلی کاهش درآمد خود می‌دانند.